فیل‌ها، غول‌های مهربان دنیای حیوانات، قرن‌هاست که انسان‌ها را مجذوب خود کرده‌اند. امروز به دنیای فیل‌های اهلی عمیق‌تر می‌پردازیم و تاریخچه، زندگی و چالش‌هایی که با آن روبرو هستند را بررسی می‌کنیم. سه گونه متمایز از فیل‌ها وجود دارد: فیل ساوانای آفریقایی، فیل جنگلی آفریقایی و فیل آسیایی. فیل آسیایی خود به 4 زیرگونه تقسیم می شود: فیل سریلانکایی، فیل هندی، فیل سوماترایی و فیل بورنیویی. اینجا در تایلند ما خانه‌مان را با فیل هندی شریک هستیم. در حالی که زمانی فیل‌ها آزادانه در سراسر سرزمین‌های وسیع پرسه می‌زدند، فعالیت‌های انسانی به طور قابل توجهی زیستگاه طبیعی آنها را کاهش داده است. امروزه جمعیت فیل‌ها به 2 گروه اصلی تقسیم می‌شود: فیل‌های وحشی و فیل‌های اهلی. در تایلند تقریباً 4400 فیل وحشی و 3800 فیل اهلی وجود دارد. فیل‌های وحشی حیواناتی اجتماعی هستند و در گله‌های مادرسالار با 5 تا 20 عضو زندگی می‌کنند. در آنها در مناطق با غذای فراوان و آب کافی مانند بیشه‌ها و جنگل‌ها به خوبی رشد می‌کنند. در این غول‌های مهربان گیاه خورند و 12 ساعت در روز را صرف جستجوی گیاهان می‌کنند. برای تکمیل رژیم غذاییشان اغلب از نمک زارها تغذیه می‌کنند تا مواد معدنی ضروری را به دست آورند. فیل‌های وحشی قلمرو بسیار وسیعی دارند که مساحتی حدود 300 تا 400 کیلومتر مربع را در بر می‌گیرد. این قلمرو گسترده برای تأمین نیازهای غذایی و ساختار اجتماعی آنها ضروری است. رابطه بین انسان و فیل‌ها به هزاران سال پیش باز می‌گردد. در ابتدا فیل‌های حیوانات وحشی بودند که برای اهداف مختلفی از جمله حمل و نقل، کار و حتی جنگ اسیر و تربیت می‌شدند. شواهد نشان می‌دهد که عمل اسیر کردن و اهلی سازی فیل‌ها در تایلند از دوران سوخوتای حدود سال 1249 میلادی آغاز شده است. با گذشت زمان، نقش فیل‌ها در جامعه تایلند دستخوش تحول شد. با کاهش جنگ‌ها، فیل‌ها به عنوان وسیله‌های ضروری برای حمل و نقل در جنگل‌های انبوه اهمیت یافتند. بعدها از آنها در صنعت چوببری برای کشیدن تنه‌های درخت از جنگل‌ها استفاده شد. با این حال، پس از ممنوعیت قطع درختان در سال 1989، نقش آنها بار دیگر تغییر کرد. امروزه بسیاری از فیل‌های اهلی در صنعت گردشگری مشغول به کار هستند. اگرچه این کار منبع درآمدی برای صاحبان فیل‌ها فراهم می‌کند، اما چالش‌هایی نیز به همراه دارد. فیل‌ها حیوانات بزرگی هستند که نیاز غذایی قابل توجهی دارند. هزینه تغذیه یک فیل که روزانه حدود 300 تا 400 کیلوگرم یا تقریباً 10% وزن بدنش غذا مصرف می‌کند، بار مالی سنگینی برای صاحبان آنهاست. برای تأمین نیازهای تغذیه‌هایشان، این غول‌های مهربان عمدتاً علف‌ها، بامبو، پیچکه‌ها، ریشه‌ها، برگ‌ها، پوست درختان، انواع محصولات کشاورزی و مقداری میوه می‌خورند. آب نیز برای آنها حیاتی است. فیل‌ها می‌توانند روزانه بین 100 تا 150 لیتر آب بنوشند. مراقبت از فیل‌های اهلی کاری پرزحمت و دشوار است. کوان چانگ، نگهدارنده فیل یا مراقبان فیل، نقش بسیار مهمی در سلامت و رفاه آنها دارند. آنها مسئول غذا دادن، شستشو و رسیدگی پزشکی به فیل‌ها هستند. فیل‌ها حیواناتی باهوش و اجتماعی‌اند که به تحریک ذهنی و جسمی نیاز دارند. فعالیت‌هایی مانند حمام کردن، بازی در گل و تعامل با انسان‌ها به سلامت کلی آنها کمک می‌کنند. با وجود جثه بزرگشان، فیل‌ها پوستی حساس دارند که مستعد آفتاب سوختگی و نیش حشرات است.
زدن گل به بدن فیل‌ها مانند یک ضدآفتاب و دافع حشرات طبیعی عمل می‌کند و به محافظت از پوست آنها کمک می‌کند. حمام کردن منظم نیز برای حفظ بهداشت و جلوگیری از عفونت‌های پوستی ضروری است. همچنین به پایین آوردن دمای بدن فیل‌ها کمک می‌کند. آیا می‌دانستید فیل‌ها مثل انسان‌ها نمی‌تونند از پوستشان عرق کنند؟ پوست ضخیمشان مانع خروج گرما میشه. اونها فقط می‌تونند کمی از طریق کوتیکول‌های اطراف ناخن‌های پایشان عرق کنند. همین دلیل اون ناحیه اغلب مرطوب است. اما این مقدار برای خنک کردن بدنشان کافی نیست. از فیل‌ها چطور دمای بدنشان را پایین می‌آورند؟ اول آنها گوش‌هایشان را تکان می‌دهند. این کار باعث می‌شود گرما از طریق جریان خون آزاد شود و مثل یک پنکه طبیعی عمل می‌کند. دوم، مقدار کمی رطوبت از چشم‌هایشان کمک می‌کند، هرچند خیلی کم. مهمتر از همه، خنک شدن و نوشیدن آب ضروری است. به همین دلیل فیل‌ها بسته به دما روزی 4 تا 5 بار در آب خنک می‌شوند. حالا چرا پوست آنها را می‌سابیم؟ سابیدن پوست به ما کمک می‌کند تا زخم‌ها یا مشکلات پوستی را بررسی کنیم. این کار از بروز انگل‌ها و عفونت‌ها جلوگیری می‌کند. همچنین به حذف لاروهایی که زیر پوست پنهان شده‌اند کمک می‌کند. این کار باعث از بین رفتن لاروی حشرات خونخوار زیر پوست می‌شود و پیشگیری از انگل‌ها و عفونت‌ها کمک می‌کند. همچنین سلول‌های مرده پوست را که باعث خارش می‌شوند از بین می‌برد و پوستشان را تمیز، سالم و راحت نگه می‌دارد. زمان خنک شدن فقط برای تفریح نیست. این کار برای سلامت و خوشحالی فیل‌های حیاتی است. آینده فیل‌های اهلی مسئله پیچیده است. در حالی که تلاش‌هایی برای بهبود رفاه و شرایط زندگی آنها صورت می‌گیرد، چالش‌هایی مانند از دست رفتن زیستگاه، تعارض انسان و فیل و تجارت غیرقانونی حیات وحش همچنان ادامه دارد. سازمان‌ها و افراد متعهد در پارک فیل فرنگ نوی بیوفه برای حفاظت از فیل‌ها و زیستگاه‌هایشان تلاش می‌کنند. با حمایت از این تلاش‌ها و ترویج گردشگری مسئولانه، می‌توانیم به بقای این موجودات باشکوه برای نسل‌های آینده کمک کنیم. به پارک فیل فرنگ نوی خوش آمدید. پارکی کوچک و دوستدار محیط زیست با بیش از 160 سال تجربه خانوادگی در مراقبت از فیل‌ها. رفاه حیوانات بالاترین اولویت ماست. ما به گردشگری اخلاقی باور داریم، گردشگری که از آینده فیل‌های آسیایی حمایت می‌کند و مهربانی و احترام را در مرکز قرار داده است. ما با بیرحمی مخالفیم و متعهد به مراقبت، درک و یادگیری هستیم. از طریق پارک‌های فیل اخلاق مدار، ما برای حفاظت، آموزش و الهام بخشی تا آینده‌ای بسازیم که در آن فیل‌ها و انسان‌ها در کنار هم شکوفا شوند. در پارک فیل فرنگ نوی، مأموریت ما فراهم کردن بالاترین کیفیت زندگی و محیطی امن و پرمهر برای بازتوانی فیل هاست. ما به پیوند عمیق و معنادار میان انسان و فیل ارج می‌نهیم، ارتباطی که این مکان را واقعاً منحصر به فرد می‌کند. اینجا با آغوشی گرم از شما دعوت می‌شود تا در کنار این قول‌های مهربان، در محیطی آرام و طبیعی، خاطراتی فراموش نشدنی بسازید. بیمارستان فیل‌ها. ما با افتخار از بنیاد فیل جنوب تایلند استاف حمایت می‌کنیم، خیریه‌های ثبت شده در بریتانیا که به سلامت و رفاه فیل‌ها اختصاص دارد. صرف مراقبت‌های دامپزشکی رایگان را برای فیل‌های جنوب تایلند فراهم می‌کند با تیمی تمام وقت در بیمارستان خود در استان فرنگ نوی و کلینیک سیاری که به فیل‌های مناطق دورافتاده می‌رسد. به لطف بازدید شما 3% از هر ورودی مستقیماً به سته اختصاص می‌یابد تا به فیل‌های بیمار یا آسیب دیده برای دریافت درمان مورد نیازشان کمک کند. برای اطلاعات بیشتر به sovereignthailandelephants.org مراجعه کنید. در تایلند به طور کلی اگر فیل زنجیر شده یا در قفس دیدید، لطفاً نگران نشوید. این کار هرگز بدون دلیل انجام نمیشه و اون دلیل همیشه حفظ ایمنی فیل است. گاهی فیل بیمار است یا در دوره هورمونی ماست قرار دارد که میتواند باعث رفتارهای غیرقابل پیش بینی شود. در حتی فیل‌هایی که با محبت بزرگ شدند، همچنان غرایز وحشی خود را دارند. این موارد نادرند و ما هر کاری از دستمان برمیآید تا پیش از رسیدن به اون نقطه از آنها مراقبت کنیم.
برای ما فیل‌های خانواده هستند و درست مثل خانواده با عشق و مسئولیت از آنها محافظت می‌کنیم. اطلاعات ایمنی. پیش از شروع تجربه خود، لطفاً چند لحظه وقت بگذارید و این نکات مهم ایمنی را یاد بگیرید. دویدن ممنوع. برای ایمنی خودتان و راحتی فیل‌ها، لطفاً در هیچ جای محوطه بدوید. ساکت بمانید. صدای خود را پایین نگه دارید. داد زدن یا جیغ کشیدن بلند ممکن است فیل‌ها را بترساند یا ناراحت کند. نظارت بر کودکان. تمام کودکان زیر 11 سال باید همیشه با یک مراقب همراه باشند. نزدیک شدن به فیل‌ها. هرگز بدون حضور کوان چانگ به فیل نزدیک نشوید. در جلو بمانید. همیشه نزدیک جلوی فیل یا کنارهای آن بمانید. تماس چشمی اطمینان می‌دهد. آرام لمس کنید. پوست فیل سخت است، اما حساس است. لطفاً با ملایمت رفتار کنید. فقط غذای مخصوص فیل به آنها بدهید. لطفاً فقط با غذاهای تایید شده که در مرکز ارائه می شود به فیل‌ها غذا بدهید. غذای انسانی می تواند مضر باشد. زباله نریزید. برای لذت و ایمنی همه به تمیز نگه داشتن محیط ما کمک کنید. دستهای خود را بشویید. لطفاً قبل از غذا دادن به فیل‌ها دستهای خود را بشویید. عکاسی با فلاش ممنوع است. با خیال راحت عکس بگیرید، اما لطفاً فلاش دوربین را خاموش کنید. به تنهایی به فیل‌ها نزدیک نشوید. راهنما و کوان چانگ باید همیشه حضور داشته باشند. از اینکه گوش دادید سپاسگزاریم و از وقت ارزشمندتان با قول‌های مهربان ما لذت ببرید.